سلام، به زرزر ژورنال خوش اومدی. جایی که من هر روز یک قسمت از تجربه زیستم در دانمارک رو با شما به اشتراک میذارم. امروز میخوام شما رو ببرم وسط حال و هوای کریسمس دانمارکی و از بازار کریسمس شروع کنم. بازارهای کریسمس در دانمارک پر از نور، رنگ، موسیقی، بوی گرم شیرینی ها و یک حس خاص هوگه. مردم میان تا ایده‌های جدید برای تزئینات کریسمس پیدا کنن. با دوستاشون یه بعدازظهر آرومی داشته باشن یا فقط قدم بزنن و حال و هوای دسامبر رو حس کنن. صدای خنده بچه‌ها، نور چراغ‌ها و بوی غذا همیشه تو این بازارها هست. راستی یادت نره ویدیو رو لایک کنی و برام کامنت بذاری. یکی از چیزهایی که نمیتونی نادیده بگیری بادوم برشته شیرین هست. گرم، شیرین و با بویی که به معنای واقعی کلمه کریسمسه. اما تنها خوراکی بازار نیست. یکی از محبوب ترین خوراکی های کریسمسی دانمارک ایبلیسکوآ هست. پنکیک های کوچیک گرد که بیرونشون ترد و داخلشون نرم و لطیفه. معمولاً با پودر قند و مربا سرو میشن و در ماه دسامبر همه عاشقشونن. برای گرم شدن مردم گلوک میخورن. یک نوشیدنی گرم ادویه‌دار درست شده از شراب قرمز، دارچین، میخک، کشمش و بادام. نسخه بدون الکلش هم وجود داره. توی هوای سرد یک لیوان گلوک بهترین همراه قدم زدنه. اما یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا پیدا می‌کنید تقویم ادونته. تقویم ادونت معمولاً یک جعبه یا پارچه آویز با 24 تا جیب یا پنجره کوچیکه برای هر روز تا شب کریسمس. داخل هر جیب یک هدیه کوچیک، شکلات یا یک یادداشت هست. میتونید تقویم آماده بخرید یا وسایل لازم برای درست کردنش در خانه رو تهیه کنید. خیلیا تقویم رو خودشون درست میکنن تا هدیه‌ها شخصی تر باشه. در کنار تقویم هدیه‌ای، دانمارکی‌ها شمع تقویمی هم دارن. این یک شمع بلنده که روی اون عددهای 1 تا 24 نوشته شده. هر روز به اندازه ارتفاع یک عدد همون روز شمع رو میسوزونن تا به شب کریسمس برسن. یه رسم ساده و بسیار صمیمی. رسم دیگه کریسمس روشن کردن شمع‌های ادونته. 4 شمع که معمولاً در 4 اندازه مختلف از بزرگ به کوچیک چیده میشن. هر یک شنبه ماه دسامبر یکی از اون شمع‌ها روشن میشه. یک شنبه اول یک شمع، یک شنبه دوم 2 شمع، همینطور تا آخرین یک شنبه که همه شمع‌ها روشن میشن. خیلی از خانواده‌ها شمع‌های ادونت رو خودشون تزیین میکنن. با شاخه‌های طبیعی، روبان، وسایل تزیینی کوچیک که یا تو خونه دارن یا از طبیعت جمع میکنن یا از بازار کریسمس میخرن. تقویم ادوانت با هدیه‌هاش، شمع تقویمی و شمع‌های ادونت همگی روش‌های شمارش معکوس تا کریسمس هستند تا نور امیدی باشند برای طی کردن روزهای تاریک دسامبر با انرژی و امید. روی در ورودی خیلی از خونه‌ها هم یه حلقه کریسمس هست که با شاخه و روبان تزیین شده تا شما رو به داخل خونه دعوت کنه. یکی از سنت‌های زیبای دیگه هم تزیین پرتقال با میخکه که بوی فوق‌العاده‌ای در خونه پخش میکنه. رسم بامزه دیگه آویزون کردن گیاه دارواشه که اگه زیرش وایسی باید هر کی که کنارت هست رو ببوسی. هنوز هم توی خیلی از خونه‌ها این رسم بامزه وجود داره. پشت پنجره‌ها هم یه ستاره کاغذی بزرگ نورانی آویزون هست که نور لطیفی به خونه میده. گفته میشه که در قدیم همین نور به رهگذرها کمک میکرده برای پیدا کردن راهشون. سمبل دیگه کریسمس گل معروف یولیسیانه یا بنت قنسول هست
که سنتیش قرمزه ولی الان به رنگ‌های مختلف پیدا میشه. و اما شخصیت برجسته کریسمس نیسه یا همون کوتوله کریسمسی دانمارکی. دانمارکی‌ها معتقدند که اگر یه ظرف شیر برنج واسش توی اتاق زیر شیربونی نذاری میاد و خونه رو به هم میریزه. خیلیا به عنوان تزیین کریسمس کنار دیوار یه در کوچیک نیسه درست میکنن. نیسه گاهی هدیه میذاره، گاهی شیطونی میکنه و چیزها رو جابجا میکنه. بچه‌ها عاشق کشف کارهای نیسه هستن. تزیین کلاسیک بعدی قلب کاغذی بافته شده یا یوله یعطر که اعضای خانواده دور هم میشینن و درست میکنن و به درخت آویزونش میکنن. بعضی روزها توی اون رو با شکلات پر میکنن تا بچه‌ها رو با یه لذت شیرین سورپرایز کنن. حالا بریم سراغ تزیین خود درخت کریسمس. توی دانمارک به صورت سنتی از شمع به جای چراغ واسه تزیین درخت استفاده می شده و هنوز هم خیلیا به این سنت پایبند هستن. روز 24 دسامبر کل خانواده دور هم جمع میشن، شام میخورن، بازی میکنن و در آخر دور درخت شعر میخونن و میرقصن. بعضی خانواده‌ها این رقص رو به صورت قطاری دور تا دور خونه انجام میدن. در آخر هم هدیه‌هاشون رو همون شب باز میکنن. هرچی نباشه نوبت قسمت خوشمزه شب کریسمس یعنی همون شام کریسمس هست. غذای اصلی اغلب اردک شکمپر یا گوشت خوک با پوست ترده که معمولاً چندین ساعت وقت برای پختنشون صرف میشه تا گوشتی نرم و سطحی برشته داشته باشه و همراه با سیب زمینی کاراملی، سس قهوه‌ای و کلم قرمز سرو میشه. حسن خطاب هم دسر معروف قیصالامانده، یه شیر برنج خامه‌ای پر از بادوم‌های پوست کنده و ریز خرد شده که داخلش یه بادوم درشته پوست کنده پنهان میکنه. کسی که بادوم رو پیدا کنه باید تا آخر چیزی نگه. معمولاً بادوم رو توی دهنش نگه میداره و اگر بتونه لو نره و بقیه رو مجبور به خوردن کل ظرف دسر کنه که اون بادوم رو پیدا کنن، در نهایت یه هدیه برنده میشه. این هم سفری بود به سنت‌های کریسمس دانمارک. از بازار تا تزئینات و غذا و شادی‌های خانوادگی. اگر این محتوا رو دوست داشتی لایکش کن، کامنت بذار و برای دوستات هم بفرست. کانال رو هم سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. امیدوارم که لذت برده باشی و به قول دانمارکی‌ها گلیلیو کریسمستون مبارک.